تحولات تاجیکستان و جهان را از برنامه خبری رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. اما نخست سرخط موضوع امروز 26 مارت. روسیه به جای پول اجاره به تاجیکستان دو شهرک نظامی در جنوب را میدهد. طرح سازشنامه در این زمینه آماده شده است. یگانه گناهم این بود که مسلمان هستم. سابق بندی یکی از اردوگاه‌های تربیوی در ولایت شینجان چین از شرایط نگهداریش در این مرکز نقل میکند. ریش گذاشتن، رفتن به نماز جمعه، دعا در جنازه، گفتن سلام علیکم کافی است که دستگیر کنند. اکنون طالبانده ها نیز کوشش میکنند به چشم دوربین نافتند. دوربین های شهری به خطر برای راندن طالبانده ها از کوچه های دوشنبه کار میلیسه ها را آسان نمود. چند بار بود از پیش پریومی محکم کردگیم. میگم ممکنه خرچ کنه، دزدی کنه، نه خرچ کنه. وزارت مدافع روسیه به نو انشاءات پایگاه 201 در شهرهای کولوب و بختر را به تاجیکستان میسپارد. روسیه با تقدیم این دو شهرک نظامی میخواهد از پرداخت پول اجاره زمینی که پایگاه‌هایش در آن جایگیرند خلاص شود. طرح تقدیم شهرک‌ها به دوشنبه تهیه شده است. در این سازشنامه آمده است در صورت به تاجیکستان ندادن شهرک‌های نظامی روسیه باید هر سال تقریبا 6 میلیارد روبل پول اجاره بدهد که برایش سودمند نیست. وزارت مدافع تاجیکستان تا حال این مسئله را شرح نداده است. پایگاه 201 در تاجیکستان بزرگترین واحد نظامی روسیه در خارج از آن می باشد که 7000 نظامی را در بر می گیرد، اما سالهای اخیر تعداد سربازان کمتر شدند. پایگاه تا سال 2042 حق دارد که در تاجیکستان بماند. پایگاه در نزدیکی های دوشنبه و بختر جایگیر است. شروع از هفته آینده رانندگانی که میخواهند شیشه های ماشینشان را سیاه کنند باید پول بیشتر بدهند، زیرا یک قرار حکومت تاجیکستان اجازت نامه را برای این کار گران کرد. اما قرار مذکور به رانندگان تاکسی و مسافربرها در سراسر کشور دادن اجازت شیشه های سیاه، تیره یا خیره را عموما منع میکند. رانندگان تاکسی ها از این اقدام خوشحال نیستند. چرا؟ رادیو صوفی با آنها صحبت داشت. اکثر راننده‌های خدمات تاکسی در دوشنبه میگوید منع سیاه کردن شیشه ماشین‌هایشان روی کاری آنها به تاثیر نخواهد ماند. به قول آنها تاکسی‌های سیاه شیشه فعلا مشتریان زیاد دارند، زیرا برتری آن تعداد ماشین‌ها نسبت به ماشین‌های شیشه‌های شفاف داشته خیلی زیاد است. Например, شیشه سیاه باشه плюсش بسیاره да. Например, кондиционер более эффективно کار میکنه. اکثر راننده‌ها بر اینند که سیاه کردن شیشه در اقلیم تاجیکستان موافق است، زیرا گرمی هوا خیلی شدید می شود. مشتری که پول می دهد نمیخواهد در گرمی در داخل تاکسی زیر عرق نشیند. همین آمد گرمی ده همین گپا بسیار میشه که مدت ماشین باشه که سیاه شیشه باشه. منع سیاه کردن شیشه های ماشین های مسافرکش و همچنان افزودن قیمت اجازتنامه سیاه کردن شیشه ماشین ها تا 27% اکثر راننده ها را شگفت زده کرده است. برخی میگویند از این بعد دیگر شیشه ماشینشان را سیاه نمی کنند، زیرا از آن که با این قدر پول شیشه ماشینشان را سیاه می کنند بهتر است که آن پول را برای برطرف کردن یک کمبودی روزگارشان استفاده برند. Ну ха кадом ями жилет намекунад, например, сумр бисёра мекунад, кадан гира, например, хай бюджети давлат ҳамин сум рафтан гира, например, мада қиматай, барои ма и сумаи калон. بر اساس قرار حکومت تاجیکستان نرخ اجازتنامه برای سیاه کردن شیشه ماشین‌ها در تاجیکستان سر از ماه اپریل سال جاری 27% افزایش می‌یابد. همچنین استفاده ماشین‌های سیاه شیشه برای مسافربرها کاملا منع کرده می‌شود. می‌خواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخوانید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از ضمیمه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید تگمه گت یا اینستال را پخش کنید. ضمیمه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید.
با رادیوی آزادی در جریان حادثه ها باشید. بله، با رادیو آزادی بمانید. و ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه وضع حقوق بشر در جهان که اخیراً معرفی شد به وضع اویغورهای مسلمان در منطقه شینجیان چین تمرکز نمود. آمریکا، غرب و سازمان‌های عمومی حقوق بر اینند که چین با بازداشت و نگهداری اویغورها و اقلیت‌های دیگر مسلمان در مرکزهای مخصوص معرکه پاککاری دینی و نژادی را به راه مانده است. ولی پکین ادعا دارد که برنامه مبارزه ضد افراطگرایی را اجرا می‌کند. درباره شرایط نگهداری در چنین مرکزها را یک شهروند قزاق‌تبار چین در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس قصه کرد. آمیر پس از رهایی از بازداشت در ولایت نارام شینجیان چین به ترکیه پناه برد. میگوید یگانه گناهش این است که مسلمان است. هر گونه بهانه برای بازداشت کافی است. ریش گذاشتن، رفتن به نماز جمعه، دعا در جنازه، گفتن سلام علیکم کافی است که دستگیر کنند. نام محمد را داشتن کافی است. همه چیز را بهانه میکنند. گروه تحقیقاتی سازمان ملل میگوید در ولایت شینجیان اویغور و عمدتاً مسلمان نشین چین تقریباً 1 میلیون اویغور را خودسرانه در اردوگاه‌های تربیوی نگه می‌دارند. آمیر را بعد از 7 ماه زندان به یکی از این اردوگاه‌ها بردند. یک روز من همه خواسته های آنها را رد کردم. گوشت خوک نخوردم و با زبانشان گپ نزدم. در آنجا شما حق ندارید که طبق عقیده خود فکر کنید. باید چینی فکر کنید و باید چینی گپ زنید. باید روی نشوید، غسل نکنید. اگر دست شوید میگویند که غسل کردی و تو تروریستی. ایدئولوژی دیگر داری. اگرچه کشورهای زیادی مسلمان نشین در مسئله اویغورها سکوت کردند، اما ترکیه یکی از آنها است که آشکارا در این باره صحبت میکند. رهبران ما باید به چین بگویند اگر میخواهند با ترکیه رابطه خوب داشته باشند، پس به این مسئله حساس برای ما بیشتر اهمیت بدهند. این اردوگاه ها باید خالی شوند و آنهایی که بیگناه در زندان ها رنج میکشند باید آزاد کرده شوند. اما مقامات چین تاکنون هر گونه انتقاد و ادعاها درباره اردوگاه‌ها را بی اساس خواندند. شما برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید. در اینترنت فروشگاه مشهور آمازون چندین لباس‌های مردانه و زنانه با رنگ و نقش پرچم ملی تاجیکستان به فروش برآمده است. در این فروشگاه همچنان ده‌ها اشیاءهای دیگر را به مثل چوینک، روی پوش تلفن و مثل این را خریداری کردن ممکن است که در آن پرچم ملی تاجیکستان تجسم یافته است. همکارم عبدالله شوروف در فروشگاه آمازون کندوکاوی انجام داد و حالا با ما در استودیو است و آماده صحبت. سلام عبدالله. خب نخست بگو که نرخ شورتی های زنانه و مردانه با متای پرچم تاجیکستان در آمازون چند قدر نرخ دارد؟ سلام شهلا، اگر نرخش را بگویم شاید چندان خوشت نآید چون گران است. شورتی های مردانه برای مثال $34 و زنانه وابسته به اندازش از 21 تا 23 دلار نرخ دارد. در فروشگاه آمازون همچنان نیم تنه، پیراهن و شلوار مردانه و زنانه را خریداری کردن ممکن است که همگی عین متای پرچم تاجیکستان را دارند، یعنی با رنگ سرخ و سفید و سبز و 7 تاج. خب برای من و شاید برای اکثریت بینندگان ما عبدالله عجیب باشد که این اشیاء چگونه نخست به آمازون راه یافتند، کی آن را استحصال میکند و به فروش میبرد؟ شهلا، اسمی اکثریت فروشنده های این لباس ها چینایی ها هستند. برای مثال شورتی های زنانه را فروشنده با نام شیفو با فروش برآورده است و در شرح آن هم نوشته است که شورتی برای زادگان تاجیکستان تحفه خوبی بوده میتواند و برای مشق بدن و یا مشغول شدن به یوگا خیلی مناسب است. با عکس پرچم تاجیکستان ده ها اشیا را در آمازون پیدا کردن ممکن است، از جمله پیشبندکی سگ. پیشبندکی سگ؟ بله. خب باید دختن لباس و یا طور خودت گفتی پیشبندکی سگ با عکس پرچم ملی تحقیر پرچم نیست مگر و قانون‌های تاجیکستان در این بابت چی میگویند؟ شالا با عین چنین سوال من به حقوقشناسان و وکیلان پارلمان تاجیکستان مراجعت کردم. حقوقشناسان میگویند دختن لباس از متای پرچم واقعا یک نوع بی احترامی به آن حساب می شود و جزا هم دارد. از جمله عزیزمت خال محمد زاده حقوقشناس و وکیل پارلمان
тоҷикистон дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт духтани либос аз матои парчам ҷоиз нест, чун як нав беэҳтиромӣ ба рамзи давлатӣ маҳсуб меравад. дар тоҷикистон парчами давлатӣ тибқи қонун муқаддасоти давлат эътироф шудааст ва беэҳтиромӣ зоҳир кардан дар нисбати он ҷазо дорад. яъне қонун муайян кардааст ки танҳо идораҳои давлатӣ, вазорату кумитаҳо, мақомоти шаҳраку деҳот метавонанд парчами давлатиро дар боми идора ё даромадгоҳи он насб конанд. аз шахсони расмӣ танҳо президент, раисони ду палатаи парлумон ва сафирони тоҷикистон дар хориҷ ҳақ доранд дар мошинҳои хидматӣ парчами давлатии тоҷикистонро насб کنند. خوب تشکر زیاد عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه میدهم. دوربین های نظارتی شهری بخطر نقطه های طلبندگی و شیوه گدایی آنها را در پایتخت تا اندازه تغییر داده است. این دوربین ها تنها در 3 ماه سال روان بیش از 700 طلبنده و آواره‌گرد را ثبت نموده است. هرچند هیچ قانونی در تاجیکستان رسما طلبندگی را منع نکرده است، اما در شهرهای این کشور تلاش می شود تا طلبنده ها را از خیابان ها دور کنند. ولی به نظر تحلیلگران اکثر طلبنده ها را دریافت نان دهان به این عمل مجبور می کند و راندن آنها از کوچه ها راه حل مشکلات نیست. خواهران نابینا فاطمه و زهرا چند سال باز در خیابان‌های پایتخت پول می‌طلبند. این دو خواهر قبلا در کارخانه‌های مخصوص نابینایان کار می‌کردند و با معاش زندگی را پیش می‌بردند. بعدی از کار ماندن این مؤسسه آنها به کوچه برآمدند. خیلی کلیشکا می‌بردیم. سکرشواتی می‌بردیم. با کجا؟ همون کارخانه کامبینات بود. بازیر نیست، بازیرش کار نمی‌کند. کارخانه امین راهبرمو دیرکترمو گرفته و چی آرنده دادگی آرنده. راه رفتن برای این دو خواهر آسان نیست. در مکان‌های دوربیندار شهر نمی‌توانند بایستند. پلیس به سراغشان می‌آید. اپا جانو نبروی میگن. ما با گاب میرسد گاب میرسد میگن. جنگ میکنند. جای جمعیتی با ممکن نیست. طلبندگی در خیابان‌های مرکزی شهر ویران کردن ترتیبات جمعیتی دانسته می‌شود. شهری بخطر نهادی که دوربین‌های نظارتی با آن تعلق دارد موظف شده است با پیدا شدن طلبنده‌ها در خیابان‌های مرکزی به ماموران پلیس خبر دهد. در 3 ماه اولی سال روان توسط این دوربین‌ها در شهر بیش از 700 طلبنده و آواره‌گرد ثبت و به پلیس سپرده شدند. هدف از این اقدام کم کردن طلبندگی در پایتخت گفته می‌شود. بیبی هاجر سفروی 50 ساله میکوشد در مکانی نصب دوربین‌های نظارتی پیدا نشود. خیلی وقت مجبور بشیم تفر میرم همین ماشینا نمیگم آدم میره عمدیل هست 100 متر 50 متر 5 متر 10 20 متر میری همون آدم نمیمونه. بیبی هاجر میگوید باری آخر 2 هفته پیش میلیسه ها او را برای گدایی در مرکز شهر بازداشت کردند. خیلی هم پنسم هم بگیرم 170 تومان با صغیره پلی دخترم 170 تومان دیگه هیچی نمیشه. اونجا نمیمونن مریضا. اگر من نمیفرم برم. چی میگن مریضا؟ سر میکنن. نمیفهم. میبرن پیشبری میگن محکم میکنن. برخی میگویند مقامات شهر میخواهند ایمیج شهر را بهتر نشان دهند و از این جهت تلاش‌های آنها را دستگیری میکنند. یک اون آدم خارجی بیاید چی میگن؟ چی میگن؟ میگن که آخه این احوال ببین، این ببین. درست کار نغزایی. برخی دیگر میگویند برای کشف و جزا و تعقیب نمیشود پیشی راه طلبندگی را گرفت. ما دیدگیم ای دستش گرفته امی خیلی کرده وای تنی پراوی نه خیلی نیست وای اول باید وای فهماند یا اینکه وای شرایط نداره وای شرایط داشته باشه دیوانه نیست دمو زمستون دمو خنکی وای کودکش خاطی میبیاید اوجا باید اول شرایط وای را مهیا کردن در کار. شماری دقیق افرادی که در خیابان‌های شهر به طلبندگی مشغولند معلوم نیست، اما در 3 سال اخیر دوربین‌های نظارتی مرکزی شهری بخطر بیش از 5000 طلبنده و آواره‌گردان را در پایتخت مشاهده و ثبت کرده است. و بازیگر ایرلندی کونر مکگرگر اعلان کرد که از موربای بدون قاعده خارج می شود. تصمیم گرفتم این ورزش را که با نام موربای بدون قاعده معلوم است کنار گذارم، نوشت او در توییتر و به همکاران سابقش در موربه های آینده کامیابی آرزو کرد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آن که تا آخری برنامه ما را همراه بوده تشکر میگیم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش‌های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما www.azadi.org. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میگردد. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشید.